دوستای به نهایت گرامی، عینک چی میگه اول؟ یه عینک از او یک ویدیو گرفتیم از چیزا فروشگاه دستون فروشی هم وینتیج به قول بعضی بعد چند گرفتیم؟ 150 بعد شاید 50 کنم تقریبا 50 کنم از جنس های قدیمی ولی در حد نو خیلی زیاده دارم. خلاصه امروز صبحانه در هتل میدادن. خب صبحانه هتل یک روز خانوم خورد حالش خراب شد. میگم صبحانه هتل گذاشتیم واسه خودشون، گفتیم بریم یک سر کافه های اطراف ببینیم چجوریه. بعد اونجا تصمیم میگیریم که بعدش کجا بریم چیکار کنیم. ولی فکر کنم همون پارک چلپاسه ها بریم. ها؟ سوسمار داره. فعلا تازه از ماشین پیاده شدیم اینجا و باز هم بودا. کدوم را اینه؟ آمدیم این کافی شاپ چینی نوشته ولی توی محلهای اطراف خود شهر یک جوری جای چیزی نیست، پر رفت و آمد اینا. حوض ماهی و دیگه و محله بالی ها نه؟ قشنگه. خانه های قدیمی هم آدم پرو باشه بره توی خانهش فیلم میگیرن. چی گرمه، هواش گرم قومیه. او اینو بابا هی سایکو ویوره ای شاه خوبان دیگه. آیا سا از اتاق فرمان اشاره کرد گفت یک چیز بخوریم، یک قایقی هم سوار شیم بد نباشه. این بچه های این موتورها روی قایق خیلی خفنه، بعضش نقدر قویه طرف اصلا نمیتونی رو کنترل کنه، دمشون گرمیه. یک مسافر دیگه آدرس این ور نشون میده داخل این کوچه استاد شیفوه چیه اینجا. شاید یکم باشه. انا هیدن معلوم نیست. اسم کافی شاپش هم چیزم هیدن بانکوک بیسترو. ها اگه مسیرتان نیمن خورد بیاین. خودم شخصا از بانکوک زیاد خوشم نمیاد، خیلی شلوغ پلوغ و رفت آمد و گرم و کثیفن. اینجا رسیدیم بچه‌ها.
انگار یک کوچه آمدیم جلوتر نزدیکتر اینجا هم عکس میگیم. بچه آمدیم طبقه دوم هیدن رستوران، هیدن بانکوک بیسترو. از این بالا هم بد نیستن، در بوت اعظم و رودخانه و قایقان روبروی هم یک همین خانه های قدیمی شما باشه نه؟ یک سر اون داخلان باید بریم. خب سفارش دادیم یک چیزی بنده نوشیدنی امریکانو داغ توی هوای داغ با پاتای. اینجاش خیلی الکی گرون اما ارزون‌ترین چیز سفارش دادیم. و خانم هم از این چای تایلندی ها؟ چای منتظر غذای خانم هستیم. تای دوستا غذا مزا رو داخل خوردیم، بعد آمدیم توی تراس یکم از این منظره لحظت ببریم. خدا سرشاهی موتورها رو نگاه کن، اینا روی ماشین نمیمندن از بس بزرگه، این روی قایق بس. خب کجا بودیم؟ آمدیم روی تراس یک چند تا عکس و فیلم بگیریم واسه بچه‌ها. همه چی رو افتاده. واسه رد میشه؟ خب اونم از ما فیلم میگیره، ما هم از ما یر به یر. اینا واسه خودشان قانون مقررات داره، الکی هم نیست. یه قایق آمد اینجا وایساد جای تیر شاغبر، بعد منتظره که چند تا قایق رد بشه. نه چراغ داره نه هیچی. مثلا به این موتور قایق دقت کنید، کوچیک بود نه معمولی بود. مثلا یکی رو ببینین، این خودش از موتور ماشین معمولی فکر نکنم باشه، خیلی بزرگه. چی؟ باستا؟ اینا خدا رو سرشاهده نگاه کنید چیه او؟ چی گرفته تو دستش تکون میده؟ نگاه چند سیلندره ای بچه ها. خدا رو سرشاهده او خیلی موتورش بزرگ بود. نگاه کن او وریش یکم سوسکیه، این وریه ولی ترتمیزه. دوستان کیویتو رو گرفتیم، سرجم شد 665. بعد یعنی همه چیزش دو برابره قیمتش به خاطر جاش. مثلا دقیقا همین چیزا رو جای دیگه بخورید نصف قیمت میشه. خب دوست از اینجا در آمدیم، داریم بریم سمت دستینیشن بعدی. یکی از تمپل‌های معروف بانکوکه. اینجا یک اپی هست اسمش گرپ، هم مثل اوبر و اسنپ اینا ماشین میگیری ازش. آمد فکر کنم. ماشین آمد گرفتیم سوار شدیم، الان میریم سمت مقصد بعدی. اسمش چی بود؟
آب چیزایی بود. یک تمپل هست، یکی از تمپل های معروف بانکوک. میبینیم چجوریه دیگه. چند جای دیدنشو بریم که یاسر ناراحت نشم نگه همش خرید کردیم. باور کنیم دوستان من اصلا خرید نکردم. اگرم رفتم مغازه جایی به خاطر نینی هم، به خاطر لباس نینی دنبالش میگشتم که اصلا نبود، خیلی کم بود و اسباب بازی که اصلا نبود. به خاطر همین اگر که باداشیم نیایید اینجا واسه لباس نینی چون نیست. گشتیم نبود نگرد نیستم. خلاصه دیگه یک سه چهار روز مانده نه؟ 3 روز بیشتر هم. آره 2-3 روز مانده. 2-3 روز هم سعی میکنیم بانکوک بگردیم ببینیم چی داره چی نداره. آفتاب لگنش افتاد. ما یکم کوچه‌ها نیا، کوچه‌ها شبیه بوم. از مشهد شما که بهتر؟ مشهد امام رضا داره. اون گنبد حضرت معصومه. گنبد طلاش کلی میارزه. فکر کنم همه طلا. برای بچه سیمکشی ها رو نگاه نگاه خدا سر شده. سیما همه را یک جا لکه کده همجوری گره زده. الله اکبر. برعکس ماشینی که سوار شدیم شبیه ماشین خود ما توی تعاریسه شد. آره در مورد تاکسی هایی اکثر تاکسی هاش از این ماشین های چینی جدید است. از اونهای خیلی چیزای عجیب غریبی هستن. نظر رو عوض شد در مورد ماشین های چینی. خیلی شیک و ترتمیز، خیلی جادار است. یعنی عقب که میشین راحت پاک میتونید دراز کنید. هم ام جی سوار شدیم هم از این چی میگم بیده چیه بایدن Build your dream هم چیزا اسمش هست. خلاصه با ما همراه باشین. با ما زیبان ما بخی نمیگردم. با ما همراه باشین به مقصد رسیدیم. دوباره یک کوچولو فیلم میگیریم. فعلا فکر کنم دیگه نزدیک شدیم. اینجا لباس میدن. چی؟ اینجا لباس میتونن چیز کنن بگیریم برای هر کسی. اینجا لباسای وطنی تایلندی میدن. کرایه میکنی میره باش عکس مکس میگیره داخل تمپلی بربر بیریم گیرونه گرما تمام ساعتن. آره من دیوشم دیگه بدبختی دارم راه میرم. لباسای کلوفتم که بپوشیم هیچ چیزی. حالا جاش خطرناک معلوم میشه خلوته. اینا رو میشناسی؟ یه فکر مادر بزرگه، مادر شاه تایلند چیه ها؟ آره. اون از من نوشه دیگه. احتمال زیاد. کسایی که بلدن بگن دیگه توی کامنت ها. فکر کنم کریم بلد باشه. البته ناگفته نمانه که پای از ما یک دفعه در پاسگاه تایلند هم باز شده.
در شهر پوکت بودیم، بعدا رفته بودیم توی شهر بگردیم اینا، یک جای موتور رو گرفتم پارک کردم. بعد تو نگو که اونجا پارک ممنوع بوده واسه موتور. بعد که برگشتیم دیدیم چرخ عقب یک دنزی زنجیرها همجور قفل کرده. بعد کنارش هم یک مرد وایساده بود، لباس یونیفرم داشت. ما فکر کردیم مأمور پارکینگ چیزیه، او هم انگلیسی بلد نبودی چی. بعد ما داشت گفتم که چرا اینو قفل کردی؟ او نمیدونم تایلندی صحبت میکرد، ما نمیفهمم چی میگه. بعد متوجه شدم که چیزه، بیا با هم بریم، ما تو رو میرسونیم در پاسگاه، اونجا باز میکنه، این جریمه رو میدید، قفل رو برات باز میکنن. ما فکر کنیم مأمور راهنمای رانندگی هست. گفتم نه باز کن، ما چیز فلان ما نمیدونستیم، قفل بیا باز کن. تو نگو راننده بود فقط. اینا بگو که هیچ ساینی هم نزده بود، اصلا هیچ تابلوی چیزی نبود که بگه که اینجا پارک ممنوعه. خطکشیاش مثل بقیه خطکشی‌های جای دیگه بود. خب موتورهای دیگه هم بود، بعد نگو که اونجا یک خط اینجوری مثلا کشیده بود که یعنی اینجا برای تاکسیه، موتورهای عادی نیستن. ولی خب هیچ تابلو هیچی نزدم. چارگوش کشیده بودم، خیلی آب چیز رنگش رفته بود زیر بارون اینا، فهمیده نمیشه زیاد. بعد خلاصه تازه ما فهمیده بودم که بنده خدا هیچ کاره، فقط راننده چیزه موتوره، مسافری بر موره. او فهمیده بود که موتور ما رو قفل زده، گفت که از اینا یک پولی میشه در بیاریم اینا، وایساده بود که ما بریم. بعد اون قبول نکردیم اینا. بعد اونجا دو تا بشکه چیز بود، خارجی بود، فکر کنم عرب بودن. گفت که با همجا انگلیسی کمچون صحبت کردیم با هم. گفت که میخوای تو رو میرسن در پاسگاه پلیس، اگه جاش بلدی ما تو رو اونجا میرسن، پول ده یارو لازم نیست پول اضافه بدی، مجانی تو رو. بعد اونا یک دونه موتور داشت، یعنی که من باید از یاسر جدا میشم، اونجا وای میستادم و من دوستا گوشیم اصلا چیز ندارم، اینترنت هیچی ندارم، سیم کارت هیچی ندارم. بعد یا فقط یاسر داره اینترنت و سیم کارت. باید اونجا از هم جدا میشدیم. اونا باید یاسر رو میبردن پاسگاه، ما باید اونجا وای میستادم. بعد ما اصلا نمی‌دونستم دو تا پسر کی هستن، چون اونا من ازشون پرسیدم موتور شما رو گرفته؟ گفت که نه. بعد من یکم اونجا شک کردم، خب چرا میخوام کمک کنم الکی مثلا توی دور زمینه الان آدم نمیتونه به هیچ کس اعتماد کنه. بعد دیگه ادامه شد. خلاصه یارو گفت که بیا با موتور با هم میریم اینا، کارات انجام میده، باز برمیگردیم میجی. بعد با هم دیگه رسید؟ اشاره میکنم که رسید. از در Thank you. Is it open? Hello, madam. Welcome. اوه کلم رسیدم. خلاصه Beautiful นะ you costume นั่นแหละแลนด์มาร์ควารุณโฟโต้ چند؟ Uniform beauty เลย بچه ها یهوی دست ما رو کشیدن آوردن داخل مغازه لباس های سنتی تایلندی. دو تا انتخاب کنیم. توفیق اجباری شد دیگه. این بازاریابی در حد لالیگا. تا آمدیم ببینیم چی به چی هم ما رو کشیدن توی مغازه. الان لباس های سنتی شنه بپوشیم بریم داخل تمپل ببینیم چی جوری میشه. افکارا دلایی محبت رنگ لایی دم دم لبا لبا والا دستر ما چال زدن دیگه. تو بگیریم آوتفیت رو نشان میدم. 2.6 هم؟ کمربند طلا. این رنگش خودم انتخاب نکردیم، خانم انتخاب شد. به خاطر اینکه دختر داریم. والا بسیار یک کش و پش شد. لباس ها را در جان ما کردن در زور. داریم توی لباس ها پخته میشیم. شکل این هم تمپل اصلیش باشه.
اینجا داخل تمپل آمدیم. چقدر ریزنقشه. بچه ها خلاصه اینجا مکان هم کسایی که دنبال اینستاگرام و سلفی ملفی هست پره، یعنی هر جای چنبره زدن. سک اینقدر جای شلوغ پلوغی هم نگاه دارن هندی میرفتن. اون نوک تمپله اینجا خوب است. خیلی پایه بذارید یه نفر بایستی. دامه این چی میگه داشت؟ ولاگ اسمش رو بزنیم؟ تمپل. ولاگ تمپل. طبق معمول پله های خیلی شیبدار، ارتفاعدار. یه بریم همه یه بریم. آره موضوع بود. بس بشه تایلند فکر کنم استاد پله های نامنظمه. Sorry. It's not too easy to go down, you know. اینجا پایین تمپل هم. خلاصه که الله اکبر. همجا خلاص کنیم نه خیلی سرما گیج داد باشیم. ها؟ خب دوستا چیز خاصی هم نیسته ها. حالا اون ور اون بالا اگه بری اون ور آبه، مثلا کانال. اگه یاسر حوصلش بکشه چون خیلی گرمه. تفت یا مرده دارن سنتی میرقصه ها. قایمکی بدون آهنگ قشنگ میرقصه ها. نگاه غیر تو کمرم فرابونه نمیدونه کجا بریزه. همینجا نشنه بنده خود ناراحت نشه باز ما رو بدوا کنه در این تمپل. خب دوستان ترجیح دادیم بریم بیرون. یک چند تا عکس و فیلم اینا گرفتیم. خدا قبول کنه. احساس میکنیم که چهار طرفش مثل همه. یک طرفش ببینی خب از دورم میگن نشون بده بهشون. بیشتر ببینین داخل تمپل هم بس نمیشه. خانم کوچیک دیدی ما رو توی تمپل خودمونم راه ندادن. من نه تنها از اینجا میرم بلکه از بانکوک میرم یه جای سرد، میرم یه جایی که هوا بهتر باشه. یعنی جون تو آدم از کرده خود نیست پشیمان میشود. با این لباسای ساتن یعنی خیلی سخته. خودشون با اینا میرن از دور میرقصن. از دور که نه یعنی میرقصن با این لباس. از دور میرقصه کم کم میان نزدیک. اینا نگاه اینجا خودشون نگاه. دوستان بعضی چیزا رو که تایلند میان از قبل خوبه که بخوانیم. خوانده بودم یکی از چیزایی که گفته بود این بود که از مونیکا یا همون راهبه ها نباید فیلم بگیریم یا عکس بگیریم. اینا بد میدانن براشون جالب نیست دیگه. خاطر همه الان یاسر گفتم که نگیرن. و اگر نه یک
ریشخندی ریز بایشان میکردم. خوب شد اطلاع دادن. اکثر اینا هم کنفو کاره، مشت خاردار کاره، چی هم میدونن لد منه جو منه خلاصه. بچه ها تموم شد کار ما اینجا. قیامت خدای باور کن، خیلی گرمه. دوباره گرب گرفتیم داریم میریم آخرین جای امروز. میخوایم بریم فروشگاه سکند هند. یعنی ما هر جا برو همین دست دومیار بل نمیکنن همینجا بس عمدن نمونه میرسن. فقیریه دیشو